خانما چیزی باید ویروسا کشت؟ آقا بابی محلی. خانما از شما بعیده. استاد اجازه بلکش کنی خودش از ناراحتی میمیره. استاد باید بهشون سم بدیم. استاد من بگم باید بهشون پیف پاف بزنیم. آقا ما هیچ وقت ویروسای داخل فلشمون رو نمیکشیم. میدونید چرا؟ چون گناه دارن؟ چون که فلشمون خونی میشه. خودتو نمال به من. آقا معلم اگه دکمه اینتر کیبورد پیر بشه میدونین بهش چی میگن؟ نه چی میگن؟ بهش میگن پرینتر. استاد میدونستین کامپیوترها مثل زنا میمونن؟ نه چطور؟ چون داخلشون خیلی مبهم و عجیب غریبه، اصلا نمیفهمه درونشون چیه. داشمید حالا این خوبه، ببین کوچیکترین اشتباهاتو تو حافظه های بلند مدتشون ذخیره میکنن، هیچ یادشون نمیره. ولی کامپیوتر بیشتر شبیه مرداست. چطور مگر؟ کامپیوترها اومدن مشکلات رو حل کنن ولی بیشتر اوقات مشکل اصلی خودشونن. مهمترین مهارت خود مدیریتیه. بخش مدیریت استرس هست. به خدا که نه شما اطلاعات حالیتانه نه ارتباطات حالیتانه. پاشید شر دانه کم کنید، گم شید برید بیرون. Bazı gecelerde düşen ya hayalin pencereme